سرخط مهمترین خبرها: دادخواهی یک مخالف حکومت از سازمان ملل. یک زاده 17 ساله تاجیکستان در روسیه با پشتیبانی از تروریسم متهم شد. و جنجال و زنازنی خوانندگان دو مکتب در دوشنبه. سلام بینندگان عزیز، برنامه نویدی بامدادی از تقدیم از رادیوی آزادی امروز 16 ینور سال 2026 است. یکی از مخالفان حکومت تاجیکستان به چندی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل مراجعت کرده است تا به داد او و 3 عضو خانواده‌اش برسند. الهام جان یعقوبوف، معاون رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، در مراجعتش نوشته است حکومت تاجیکستان حقوق انسانی او، پدر و مادر و خواهرش را زیر پا کرده است. یعقوبوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت از بس که دادگاه‌های تاجیکستان به هیچ درخواستش برای محاکمه عادلانه جواب ندادند، مجبور شد که به نهادهای بین‌المللی مراجعت کند. دادگاه شهر خوجند الهام جان یعقوبوف، پدر و مادر او، خواهرش منیره جورای و را ماه دکبر سال 2023 در غیبشان به تندگرایی اسلامی گناهکار و از 5 تا به 14 سال زندان محکوم کرد. با قرار دادگاه خانه‌هایشان نیز به نفع دولت مصادره شده است. الهام جان یعقوبوف میگوید که در مراجعتش با کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیگر دادگاه‌های بین‌المللی یگانه امیدش به برقراری عدالت است. الهام جان یعقوبوف که رئیس بخش حزب نهضت در ولایت سوخت بود، سال 2015 در پی ممنوع شدن حزب تاجیکستان را ترک کرد. سال بعد پدر و مادر سالخورده‌اش و خواهرش هم از بیم تعقیب از کشور بیرون رفته با او پیوستند. دادگاه در روسیه یک زاده 17 ساله تاجیکستان را با اتهام عضویت در گروه تندرو دولت اسلامی 5.5 سال از آزادی محروم کرد. رسانه‌های روسیه از جمله خبرگزاری تاس و RBK 15 ینور نوشتند این زاده تاجیکستان با گروه تندرو دولت اسلامی سوگند صداقت یاد کرده در تلگرام کانالش با طرفداری تروریستان تبلیغات برده است. پدر این نورز پیش از صادر شدن حکم از دادگاه خواسته است که پسرش را جزای سخت ندهند. با گفته پدر نورز، او از آن حیرت زده شده است که پسرش می‌خواست به افغانستان برود. با قرار دادگاه این نورز 5.5 سال را در کلانی تربیوی می‌گذراند. دادگاه همچنین دستور داده است که نورز حق ندارد بعد آزاد شدن دوام 3 سال سامانه‌های اینترنتی را مدیریت کند. در حالی که نظر نورز حبس شده و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست، دادستان گفته است او گناه را پر اعتراف کرده است. در گذشته این زادگان تاجیکستان با گناه عضویت در سازمان‌های تروریستی در روسیه زندانی شده بودند، اما نزدیکان برخی از آنها به بیگناهی عزیزانشان تاکید کردند. 2 ماه بعد یک زنازنه مرگبار مکتبچ‌ها در دوشنبه و کشتار ورزشکار در کلاب روز یکشنبه گذشته که بسیاری ها را وحشت زده کرد، اخیراً حادثه نوی در پایتخت رخ داد. این نوبت هم مقامات حفظ قانون در شرح حادثه زنازنه شاگردان 2 مکتب دوشنبه زیاد مائل نیستند، ولی به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی مقامات حداقل 1 نفر را بازداشت و چند خواننده دیگر را بازپرسی دارند. همکارم ارشاد سلیمانی حادثه را پیگیری کرد و قبل از برنامه با او صحبت کردم. نخست از ارشاد پرسیدم که حادثه کی و برای چی رخ داده است. درود بینندگان عزیز، منابع آگاه از حادثه برای آزادی گفتند زنازنی میان خوانندگان مکتب‌های رقمی 123 و 129 روز 13 ینور رخ داده است. هر دو این مکتب‌ها در حدود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه جایگیر بودند. با گفته یک منبع آگاه از حادثه، محصلین 2 مکتب بر سر خرید کبوتر و یا کفتر با هم زنازنی کردند. حادثه بعد ساعت درسی رخ داده است. در این حادثه نورسان از کارد استفاده بردند. یک خواننده مکتب رقم 129 زخمدار شده در بیمارخانه بستری شده است. در ریاست معارف شهر دوشنبه حادثه را تصدیق کرده گفتند مقامات کارهای داخلی حادثه را تحقیق دارند. پلیس دوشنبه تا این لحظه به سوالهای ما پاسخ نداده است. منابع رادیو آزادی گفتند در پی این زنازنی حداقل 1 خواننده مکتب بازداشت شده است و چند خواننده دیگر بازپرسی می شوند. دیرکتور مکتب 129 که خوانندگانش در این زنازنی شرکت کردند گفت احوال خواننده کارخورده خوب است و زخمش چندان وزین نیست. جنجال و مناقشه نورسان در تاجیکستان حادثه نو نیست. نمونه اخیرش زنازنه یک گروه نورسان در شهر کولاب است که در آن ورزشکار 19 ساله محمد علی سعدالله‌اف کشته شد. در پی این حادثه که شب 11 ینور رخ داد، سلیمان آدینوی 19 ساله بازداشت و علیهش با اتهام‌های رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی که باعث هلاکت انسان می شود و اواشی پرونده شدند. از همکارم ارشاد سلیمانی پرسیدم که مقامات درباره پیشگیری از این حادثه‌ها چی میگویند. نمایندگان بخش معارف بعد این 2 حادثه رسما چیزی نگفتند، اما یک مسئول ریاست معارف شهر دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت استفاده نادرست از شبکه‌های اجتماعی و حضور نورسان در مرکزهای کامپیوتری
از سبب‌های اساسی زیاد شدن زنازنی میان نورسان است. این هم صحبت ما گفت در چند حالت نورسان در شبکه‌های اجتماعی ساعت و مکانی با گفت خودشان رزبار یعنی به اصلاح آنها حل و فصل ماجرا را انیق کرده جمع می‌شوند و زنازنی می‌کنند. اینچنین هم صحبت ما گفت چند مرتبه همراه با کارمندان پلیس در دوشنبه رید گذرانده نورسان را نصف شب در مرکزهای کامپیوتری پیدا کردند، اما باز هم این حالت‌ها تکرار می‌شود. جنجال بین نورسان و کارزنی آنها در مجموع سالهاست که ادامه دارد. برای پیشگیری از این حادثه‌ها در این چند سال اخیر در مکتب‌ها محافظ گذاشته شد، رفتن نورسان به مرکزهای بازی‌های کامپیوتری منع شد، صدها پدر و مادر را برای بی‌مسئولیتی در تربیت فرزند جزا دادند و همچنین مقامات عملیات کارد را راه اندازی کرده از بازداشت نورسان و جوانان با کارد و سلاح‌های سرد خبر دادند. اما بعد این همه تلاش‌ها باز هم جنجال و کاردکشی نورسان رخ می‌دهد. بینندگان عزیز، به نظر شما سبب‌های اساسی رخ دادن جنجال و زنازنی در میان نورسان در تاجیکستان چیست؟ می توانید نظر خود را در زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. ایالات متحده آمریکا علیه 5 مقامدار ایرانی تحریم جاری کرده، آنها را به سرکوب اعتراضگران گناهکار کرد. با گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، برای خط تحریم ها از جمله علی لاریجانی دبیر کل شورای امنیت ملی ایران شامل شدند. مقامات آمریکایی گفتند که لاریجانی مسئول و هماهنگساز سرکوب اعتراضگران است. همچنین 4 فرمانده منطقوی پلیس و سپاه پاسداران در ولایت‌های لرستان و فارس نیز برای خط سیاه آمریکا اضافه شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته است که فرماندهان علیه اعتراضگران از خشونت استفاده برده ناراضیان را کشتند. از زمان آغاز اعتراضات در ماه دکمبر سال 2025 مقامات قدرتی ایران از سلاح‌های جنگی استفاده برده مردم ایران را از حق زندگی و آزادی محروم کردند. آمده است در خبرنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا. ایالات متحده همچنین چند نفر را برای دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت ایران تحریم کرد. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 ژانویه را فرا می‌گیرد. 16 январи соли 1963 раҳбари иттиҳоди шӯравӣ Никита Хрушёв иддао кард, ки СССР соҳиби бомбаи ҳидрогенӣ, як силоҳи пурқудрати кушанда гардид. 2 сол пеш аз он иттиҳоди шӯравӣ дар қутби шимол бомбаи ҳастаиеро бо қудрати 50 миллион тонна тарконд, ки ба қавли таърихшиносон ҳадафаш тарс додани ғарб буд. чунин озмоиш дигар барпо нашуд ва поёни соли 1963 СССР, амрико ва бритониё созишномаи таърихии адами озмоишҳои ҳастаиро имзо карданд. 16 январи соли 1979 шоҳи Эрон Ризо Шоҳи Паҳлавӣ дар авҷи рӯёрӯиҳои сиёсии кишвар ва оғози инқилоби исломӣ Эронро тарк кард ва бо ҳамин ба низоми шоҳигарӣ хотима дода шуд. 1 феврал Оятуллоҳ Хумайнӣ ба кишвар баргашту раҳбарии инқилоби исломиро аз Теҳрон ба даст гирифт. Ризо Шоҳи Паҳлавӣ, ки сулолааш 54 сол дар Эрон ҳукмрон буд, тахминан баъди 1 соли тарки ватан дар Миср даргузашт. дар як пурсиши камсобиқаи афкори умуме ки ҳукумати Тоҷикистон барпо намуд, вуҷуди мизони баланди фасоду ришват дар сохторҳои давлатӣ эътироф шуд. натиҷаҳои пурсише, ки январи соли 2007 дар китобе бо номи «Коррупсия дар Тоҷикистон» ва бо муаллифи Маркази таҳқиқоти стратегӣ муаррифӣ гардид, мизони баланди фасод дар миёни бозрасони автомобилӣ ва муассисаҳои таълимии Тоҷикистон интиқод шуд, вале ин таҳқиқот дар бораи эҳтимоли даст ба фасод задани сохтор ва мақомдорони баландпояву бонуфус чизе нагуфт. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه بی تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 115-116 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 16 ژانویه چنین تعیین شده است.
بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت می توانید خبرهای تازه را از سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا هفته آینده، خدا نگهدارتان.